بسم الله الرحمن الرحیم. من اشقان ملک هستم، احمد اشقان ملک، متولد سال 1339. من یادمه سال 1357 چون ما دیپلم بودیم و بعد بقیه همکارایی که توی شرکت توی 3 تا 4 تا به اصطلاح مجموعه شرکت داشتن فعالیت میکردن و دیپلم نداشتن، حقوق ما چون استخدام رسمی شدیم دیگه بعد از اینکه دیپلم گرفتیم استخدام رسمی تو کفش ملی، بله حقوق ما از همه بیشتر بود، از همه بیشتر، با اینکه سابقه اونا 20 سال 15 سال 20 سال سابقه داشتن، اکثریت بالای 15 سال سابقه داشتن. ما با سابقه 3 سال با توجه به شرایطی که دیپلم داشتیم اون زمان به خاطر دیپلم بله سال 57 در زمان انقلاب بوی انقلاب بود و خدمت شما دیپلم هم قبول شدم و سال 57 من پزشکی ارتش قبول شدم. سال 57 پزشکی ارتش قبول شدم، جزء رشته‌های ستاره دار بود. بعد بریم مصاحبه، حالا زمان انقلاب بود و با هر کی هم که صحبت میکرده میگفتن اصلا پزشکی ارتش نمیتونی داماد بشی، وقتت مال خودت، آزاد نیستی، همیشه باید بالاخره این لباس نظام بپوشیدی، دیگه چیزی نیست که خواستش بره زندگیت. یعنی کاری کردن که ما دیگه اصلا مصاحبه هم رو نرفتیم، یعنی جوری برخورد شد تو جامعه. حالا اون زمان بالاخره میگفتن اوج انقلاب بود، خدمت شما عرض بکنم دیگه بره مصاحبه، ما شهریور 57 که می‌خواستیم بریم دیگه بره مصاحبه نرفت. گفتیم حالا ان شاء الله سال 58 داره مجددا کنکور امتحان بدیم و حالا رشته بهتر، آزادتر و بهتر قبول میشه. که در جریان از سال 58 دیگه هر کی که دیپلم نداشت سال 58 دیپلم گرفته. اون زمان وارد کار شدم رسما و سربازی هم که سال دی ماه سال 58 رفتم سربازی. یا قبلش با اخوی داداش بزرگ که مغازه کفش فروشی زندی از شرکت کفش ملی هم اومدیم بیرون و دیگه رو پای خودو شروع کردیم برای کار کردن. خدمت شما عرض بکنم که 58 من دی ماه 58 رفتم 1 سال خدمت بودم. اینم خیلی قصهش شیرینه. برای 1 سال خدمت من رفتم. خدمت شما عرض کنم حضرت آقا خدا رحمت کنه امام خمینی صحبت کردن، گفتن پادگان خالی 12 ماه را کردن 14 ماه. گفتم بازم مشکلی نداره. بعد ما 6 ماه 7 ماه خدمت بودیم، شورای انقلاب تشکیل شد و خدمت کردیم 1 سال و نیم. یا کاملا یادم اردیبهشت 59 خدمت کردن 1 سال و نیم. حالا ما 5 ماه 6 ماه خدمت بودیم. شهریور 59 که جنگ شروع شد ما تقریبا 8 ماه خدمت بودیم. با خودمون میگفتم مثلا تو سرباز خونه مثلا میگفتم حالا دیگه جنگ هرچی باشه ظرف 3-4 ماه جمع میشه دیگه به ما نمیخوره. که متاسفانه جنگ طول کشید و 6 ماه هم به عنوان به اصطلاح اضافه خدمت داشتیم، بله، و 2 سال خدمت کردیم و برگشتیم و دیگه رسما یکی مغازه داشتیم به اصطلاح من یادمه به اصطلاح نه یزد داشتیم. حالا قضیه تهران هم تعریف میکنم. خدمت شما عرض کنم که دی ماه 60 که من برگشتم یکی مغازه اخوی هم حالا در هینی هم که میرفتم خدمت میمدم مرخصی چیکار میکردیم؟ میرفتیم در مغازه، یعنی چیزی نبود که آزاد باشه. خدمت شما عرض کنم که دی ما برگشتیم و فروردین سال 61 مغازه دوم را افتتاح کردیم با 2 تا اخوی. از سال 62 اخوی سوم اومدن، خدمت شما عرض کنم مغازه سوم ما افتتاح کردیم. یکی اخوی داشتون روحانی بود، خدا سلامتش بداره، ایشون قم تحصیل میکردن، یه حالت مریضی براشون پیش اومد، بعد دکتر که رفتیم گفتن باید بیاد تو جامعه. ایشون یادمه نوروز سال 62 فقط درخواست میکردیم ازش که بیاد دم مغازه، حالا مواظب باش که مثلا حالا اذیت نشه، شلوغه، کسی مثلا خدای نکرده کفشون نبره. ولی الحمدلله با ورود ایشون توی جمع ما اصلا تحول خیلی خوبی در امر فروش صادر شد که به شروع شد که کاملا با وجودی ایشون و اخوی بزرگ و من کلا با این 3 تا مغازه یک انباری هم را به اصطلاح تهیه کردیم و جنوب شرق را دیگه تغذیه کردیم از نظر فروشندگی، فروش کفش. من یادمه مثلا سیرجان، کرمان، بندر عباس، سیستان بلوچستان، خیلی تمام شهرهای کوچیک جنوب شرقی کشور را می اومدن یزد خرید میکردن به عنوان نمایندگی و بنک داری که ما زدیم با توجه به اخوی سوم که اومدن پیش ما.
به همین صورت اخوی چهارم دانشگاه الکترونیک صنعتی اصفهان بودن. ایشون هم 89 واحد گذرونده بودن و یه روز اومدن گفتن که حالا بالاخره شما در زمینه کسب و کار دارید فعالیت میکنید و منم میخوام بیام با شما باشم. با توجه محوریتی که پدر بالای سر ما بود، خدا سلامتش داره، الان در قید حیات هستن، بالاخره تزه ایشون این بود که هر چی بیشتر باشید فعالیت و پیشرفتتون هم بیشتره. ایشون هم با اینکه 80 واحد گذرونده بودن ولی با این حال از دانشگاه صنعتی اصفهان اومدن یزد و اومدن با خود ما مشغول شدن و مغازه 4 را به اصطلاح تا همون خیابان قیام یزد افتتاح کرده. یکی دیگه هم اخوی داشتیم خدا سلامتش جلی آقای خودمون، ایشون لیسانس ریاضی دبیر ریاضی بودن و چون تعهد با آموز پرورش دادن 10 سال رفتن برای آموز پرورش معلمی کردن و بعد از 10 سال هم ایشون هم برگشتن پیش خود ما و شدن 5 تا برادر و با محوریت پدر. در بزرگ ما سال 1300 از سال 1330 میدان 24 اسفند تهران مغازه کفش فروشی داشتن ایشون. بعد پدر ما هم از سن 18-19 سالگی که بالاخره رفتن تهران قبل از ازدواجشون بابا با هم کاری میکردن. بعد یه سال 1000 بگید که 340 بله 41 استخدام کفش ملی شدن. بابا بله استخدام کفش ملی شدن چون همون تهران هم بودن و اول هم رفتیم کرمان 16 سال بابا کرمان بودن و بعد 16 سال دیگه اومدیم استان یزد. اصالتا تهرانی بودین؟ نه کلا اصالتا بابا بزرگم یزدی بودن، کلا بله یزدی بودن ولی اونجا مغازه داشتن کار میکردن خدمتتون عرض بکنم. و نهایتا هم سال 1300 فکر کنم 50 مغازه رو فروختن و دیگه اصلا کاملا چون کلیت سن داشتن اومدن کلا یزد و با عموی ما اینا شریک شدن و مغازه زدن. و اینا بهتون میخوام بگم اولین دفعه که ما رفتیم تهران را تو کفش ملی ما فعالیت داشتیم برای خرید رفتیم تهران. حالا اصولا هم کسی که مثلا تازه وارد شغلی میشه میگرده یه اشخاصی که حالا بخاطر سابقه بیشتر داشتن با خود میبره که به عنوان حالا معرف به عنوان ضامن توی بازار مثلا بگن حالا این جوونایی که حالا مثلا اون زمانی که ما اولین بار رفتیم بازار و بالاخره 18 سالمون بود با اخوی رفتیم بازار، یه خدا رحمت کنه یکی از همکارا را با خود هم بردیم بازار که هم به عنوان سفارش کننده و هم به عنوان کسی که حالا بالاخره این دوتا جوون شروع کردن به فعالیت و تو بازار تهران اعتماد به ما بکنن. بعد خدا رحمت کنه یه آقای اخباری نامی بود، اولی مغازه که رفتیم مغازه معرفی که گفت عشقان ملک، گفت که با لهجه خیلی لهجه شیرین تهرانی گفت که شما پسر حاج غلام علی هستید. حالا حاج غلام علی به حساب پدر بزرگ ما بود. ما گفتیم ما نوه حاج غلام علی هستیم. گفت خیلی خوب هیچ. اون دوست ما که همراه ما بود به عنوان به حساب سابقه داره و سفارش کننده بالاخره یه سفارشی داد در حد 1 صندوق، مثلا حالا شاید 50 جفت کفش سفارش داد. بعد نوبت ما شد، حالا ما 2 تا مغازه داشتیم و فروشون هم خوب بود، شروع کردیم به سفارش دادن 1 صندوق 2 صندوق 10 صندوق 5 صندوق 20 صندوق 30 صندوق 50 40 50 صندوق. خدا رحمت کنه این دوست عزیز ما میگفت که فلان یا چکش میخواد چه کار بکنه. گفت حالا خدا کریم ما خب کمال مردم نمیخوام میبریم یزد میفروشیم و پولشون هم میده. آقای اخباری صندوق اول که این بنده خدا به اصطلاح سفارشام تموم شد خطاب به این دوست ما خدا رحمتش کنه گفت که دسته چکت بیار بیرون. حالا ما هم یه دسته چک 50 برگی برده بودیم و اون چک اون یه صندوقش داد. حالا بعد که رو صندلی بلند شد ما نشستیم رو صندلی، گفت میخوای چیکار کنی؟ گفتم میخوام چکش بدم. گفت چک از شما کسی نمیخواد، شما پسر نوه حاج غلام علی هستید. یعنی به قول خدا استارت زندگی ما رو اعتبار پدر بزرگ. بلافاصله زنگ زد، حالا یه سری اجناس خودش داشت، بعد گفت چه کفشایی داریم؟ گفت مثلا کفش دختر میخوایم، کفش ورزشی میخوایم. شروع کرد به تلفن به همکارای بازار تهران، آقای فلانی نوه حاج غلام علی اومده از یزد کفش ورزشی میخواد بهش بده. آقای فلانی نوه حاج غلام علی اومده کفش زنونه میخواد بهش بده.
استارت کار ما به این صورت شد و باور میکنید 25 سالی که ما در زمینه فروشندگی کفش داشتیم فعالیت میکردیم تو تهران، بعدی شهرهای تبریز، اصفهان، مشهد، تهران که به قطب تولید کفش کشور بودن. باور هر وقت ما میرفتیم تهران دیگه اصلا کلا بازار تهران مشخص بود که فلانی ها اومدن تهران برای خرید. الحمدلله شروع شد، خدا هم خواست با پشت کار همدیه، پشت با همدیه با برادرها شروع کردیم. یه گفتم یک مغازه شد، دو مغازه شد، سه مغازه 4 مغازه، انبار بنکداری جنوب شرق و الحمدلله خیلی خوب بود. یعنی استارت کار خورد و بعد بحث تولید که از سال 1375 وارد تولید شدیم. به این صورت بود که یکی از دوستان تو استان یزد یه سری بسیار ماشینالات خارجی آورده و دمپایی یا اوتافوکویه که زمانی که کفش ملی تولید میکردن ایشون تولید میکرد. بعد برای فروشش چون ما منبع فروش داشتیم و مرکز فروش و مشتری داشتیم، ایشون اومدن با ما قرارداد کردن که بیایید ما تولید میکنیم شما بفروشید. گفتم مشکلی نه. قرارداد با هم نوشتیم و آیونی که عزیزی که بودن تولید کردن، ما کل کشور را این کفش را چیکار میکردیم؟ مفروختیم. شرایطی هم پیش اومد که جوری هم شد که تو کشور همه این جنس را به نام ما میشناختند یا به نام اون تولید کننده نمیشناختند. یعنی هر کسی که اوتافوکو میخواست دیگه کلا همه به این عنوان این دمپایی اشقان ملک میدونستن. یعنی کسی دیگه نمیگفت تولید کنه، مارک اون تولید کننده داشت، مارک کارتونش، آرم کارتونش مال اون بنده خدا، ولی دیگه همه چون مونوپول ما بود و کلا تولیدشون ما فروش میرسوندیم همه به اونها. حالا یه روز جمعه تو مغازه نشستم، اینم خیلی قشنگ بود. این بالاخره پلاکت این اولم قرار بود که با این شرکت تولید کننده شریک بشه، بعد یه جوری شد شریک نشدیم. گفتم ما شریک نمیتونیم بگیریم و دستگاه مثلا اون زمان 300 میلیون تومان رو 30 میلیون تومان ایران میگفتن 300 میلیون تومان. زنگ زدم جمعه بود و زنگ زدم و خدمت شما عرض کنم که بنده خدا گوشی برداشت، اصلا شرکت داری و تولید ما که وارد عرصه تولید شده. گفتم آقا دستگاه چند؟ گفت که دستگاه مثلا این مبلغ، 1/10 مبلغی که عزیزان ما تو استان یزد به ما گفته بودن. گفتم اگه ما خواسته باشیم، گفت اشکال نداره، یه سفارش ما الان براتون فکس دادیم. گفتم بله. گفت من یه پروفورم براتون میفرستم، شما این پروفورم ما برین ثبت سفارش کنین، دستگاهتون هم میاد، سالون هم آماده بکنین، دستگاهتون هم میاد. و بهمن سال 1376 ما استارت تولید زدیم. 74 75 یک سال بعدش دستگاه اومد، سالون این معبد این الان مکانیک الان اینجا هستم به عنوان شرکت کفش گل ساپوش. خدمت شما عرض کنم که سال 76 شروع کردم و در عرصه تولید دمپایی پلاستیکی به نام دمپایی گل ساپوش که دیگه اصلا کلا با توجه به شرایطی قبل داشتیم و شرایطی که منطقه شرق کشور را داشتیم و الان هم حدود 800-850 تا مشتری در اقصا نقاط کشور داریم. شاید 80% از مشتری ها ما چهره به چهره ندیدیمشون. حتی شاید الان هم مثلا اگه مشتری وارد بشه میگه من از زنجان هستم، من از مثلا رشت هستم، من از کرمان هستم، شاید ما هم دیگه نشناسیم ولی چه با تلفنی داریم شروع کردیم و الحمدلله اون صداقتی که داشتیم و اصل کار البته نظر خدا خیلی شرط بود، محوریت پدر خیلی شرط بود، پشت کار و با هم بودن داداشا خیلی شرط بود، ولی در مجموع اون صداقتی که توی فروش ما داشتیم و توی تولید خودش امری بود برای پیشرفت کار. کفش ما یه جوری بود که درصد خاصی داشت. پدر ما همیشه میگه بابا حلال وار نکنید، به مشتری نگید مثلا ما این کفش خریدیم 1000 تومان به شما بدیم 1100 تومان، اینجوری گفت نکنید. توضیح هم میدادیم، میگفتیم بابا مثلا ما این 100 تومان بیشتر سود بر ما نداره. گفت نه بابا، شما امسال کفش میخرید مثلا 6 ماه بعدش میرید کارخونه کفش یا بنکدار تهران، تبریز، مشهد بره حساب کتاب کردن، شاید مثلا تی فاکتور 50000 تومان 100000 تومان پول بنده خدا رو نمیده، تخفیف میگیرد ازش. خب نهایتا توی قیمت این کالاتون این اثر داره، پس نمیتونید به مشتری بگید من کالا 1000 تومان شاید 1 ریال یا 2 ریال کمتر خریده باشید. اینا حلال وار نکنید هیچ وقت. این توصیه که پدر ما میکرد و نرخ ما منصفانه بود.
یعنی 25 سالی که توی مغازه بودیم، باور میکنید یه جوری شد که سال 1374 مالیات استان یزد ما رفتیم با اداره بسم به 14 میلیون تومان که کل صنف کفاش استان یزد 14 میلیون تومان با اداره مالیات بسم که 14 میلیون تومان، 8 میلیونشو گذاشتن برای ما، 6 میلیونشو گذاشتن برای تمام فروشگاه تولید کفش فروشنده کفش استان یزد. خیلی بد، یعنی شهره شده بودیم، یه حالتی بود که همیشه هم شلوغ بود. یعنی 4 تا مغازه ما تو خیابان باور میکنید که خیلی هم اصلا یه زمانی خیابان قیام که همون شاه سابق باشه مرکز رفت اومده تمام حالا روستاهای استان، شهرستان‌های اطراف استان مرکز ها، چون بازار زرگری بود ولی شاهراه بود. شاید همکارای ما همیشه وایساده بودن ولی ما از ساعت 6 صبح تا 12 شب 11 شب که باز میکردیم، تعطیلی هم نداشتیم، همیشه مشتری داشتیم. اون هم صداقت بود، هم اون برخوردی که حالا فروشنده حالا خود ما همیشه میگن کاسه باید پاشه کسته باشه، یعنی هیچ زمانی نبود که یکی از اخویای ما یا خود ما هیچ کنی به قول خودمون پاچالا خالی بذاریم. فروشنده داشتیم، 3 تا 4 تا فروشنده و همکار تو مغازه داشتیم، ولی خود ما همیشه حضور فیزیکی را داشتیم. این خودش خیلی مهم بود برای مشتریایی که حالا از خانواده‌ای که می اومدن. خدمت شما عرض بکنم اعتمادی که مردم پیدا کرده بودن، حالا نسبت سعی هم می‌کردیم کفشی بیاریم یا جنسی یا کالایی بیاریم که حداقل کیفیت خیلی خوبی داشته باشه. از نظر قیمتی هم هیچ زمانی نبوده که ما خواسته باشیم خدا نکرده با همکارون رقابت بکنیم، نه، جنس ها بهترین جنس می‌آوردیم و با قیمت خیلی عالی هم می‌فروختیم. یعنی ولی اون درصدی که حالا مجوز داده بودن به اصطلاح از نظر اصناف درصد به ما داده بودن رعایت میکردیم. هیچ زمانی الان الحمدلله رب العالمین چطور شده کاسبی ها خیلی این مسائل رعایت نمیشه ولی ما رعایت میکردیم. الان هم در زمینه تولید موفق، یعنی در زمینه تولید مطمئن باشه تا از سال 1376 که این شرکت کفش گل ساپوش شروع شد تا الان که 1402 هستیم که 26 سال تقریبا 27 سال گذشته، باور بکنید هیچ زمان نبوده که ما کالایی توی جنس دپو داشته باشه. یعنی الان تقریبا با 40% ظرفیت داریم کار میکنه، من بنا به دلایلی که الان من توضیح میدم براتون. ولی زمانی هم بوده که شاید ما 4 ماه سفارش داشتیم از مشتری که سفارش 4 ماه قبل از اینکه تولید بکنیم مشتری سفارش به ما میداد، مثلا سال 80 تا 90 تا 95. یعنی مشتری بازار خیلی بازار خیلی بهتر بود. و ما هم سعی کردیم اول با یه دستگاه شروع کردیم، بعد سال 76 77 دستگاه دوم 78 به همین صورت سال 80 اولین به اصطلاح شرکت بعد از 2 تا شرکت تهران تو استان یزد به اصطلاح یه صندل جدیدی اومد توی صنعت کفش به نام صندل ایویا، صندل‌های پر حجم کم وزن. اولین واحدش به اصطلاح همین شرکت کفشی گل ساپوش بود. برای تامین مواد اولیه‌اش 95% مواد اولیه این صندل بعد از محل واردات می اومد داخل کشور نداریم، الان هم هنوز نداریم. و ما سال 1382 اولین به اصطلاح شرکتی بودیم که اومدیم دستگاه مواد سازی اینا گرانول سازی به اصطلاح دمپایی را به اصطلاح تو استان یزد احداث و شروع کردیم برای تولید و جوری هم که شد تا سال 1390 91 92 تامین کننده تمام شرکت های تولید دمپایی ایویا تو کشور ما بوده. از سال 92 93 به شهر قم میدونید مرکز تولید دمپایی پلاستیکی هستش. خدمت شما عرض کنم اون را رفتن دستگاه آوردن و تقریبا ما هم با توجه به شرایطی که برام پیش اومد که اومدیم در صنعت شیمیایی و پتروشیمی سرمایه گذاری کردیم، دیگه کمتر در زمینه تولید گرانول فعالیت داریم بکنیم، فقط گرانول برای مصرف خود شرکت داریم انجام بدیم. بحث قیمت که گفتید سعی کردیم که البته الان
مطمئن هستم که جنس هایی که ما داریم تولید میکنیم، چون از نظر کیفیت، از نظر رنگ، از نظر سالم بودنی که تعداد و زوج و سالم بودن تو کارتون دیگه همه مطمئن هستن، خریدارا میدونن اگر گل ساپوش گفت مثلا 12 جفت دمپایی با این سایزا توی کارتون هستش درسته. و با این شرایطی که جنس ما داریم تولید میکنیم با کیفیت بالا، جنس ما نسبت به تمام همکارای توی کشور گرونتره، یعنی از نظر قیمت بالاتره. قبلنش هم به همین صورت بود، یعنی زمانی هم که دمپای پی وی سی تولید میکردیم، دمپای یزدی اصلا کلا تو کشور معروف بود. مواد نو هیچ زمانی مواد دسته دوم یا به قول خود مواد کهنه مصرف نمیشد و همه میدونستن این دمپای یزدی که معروف شده بود، حالا گل ساپوش یزدی، این دیگه دمپای مواد نوه، دیگه خیالش راحت شد فروشنده و مصرف کننده. عالی هم بود، یعنی نهایتاً یکی دستگاه شد، 2 تا دستگاه، 3 تا دستگاه، 4 تا دستگاه، 5 تا دستگاه، تا نهایتاً 14 15 تا دستگاه الان داره تولید میکنه. 4 تا دستگاه گرانولو سازی خیلی عالی بود، یعنی تا سال 1390 91 92 فعالیت ما داشتیم. یه روز یه به اصطلاح یه میز به اصطلاح دعوت ناهار بوده، یکی از مهندسین گفتن شما چرا در زمینه پتروشیمی فعالیت نمیکنید؟ گفتیم که ما چون تجربه نداریم. گفتن تجربه نمیخواد، یه شرکتی ما اینجا داریم که واحد به اصطلاح شده جزء حوزه‌های غذایی و این شرکت باید جمع بشه، یه ماده شیمیایی تولید میکنه به نام انیرید مالیک و میتونید این شرکت ها کاملا شما خریداری کنید ببرید تو ایران، چون مواد اولیه‌اش هم داخلی بود، ببرید تو ایران چیا کنید. اومدیم تو ایران بررسی کردیم و کارشناسی کردن، چند تا مشاور گرفتیم و با شرایطی که داشت مملکت ما بحث حالا تحریم‌ها داشت شروع می‌شد و اینجا کلا 95% به اصطلاح مواد اولیه‌اش وارداتی بود، رفتن دنبال چیزی که گفتیم که یه صنعتی بریم، صنعتی که داخل مواد اولیه‌اش داخلی باشه، کشور باشه. پیشنهاد کردم، ما هم اینجا بررسی کردیم، 3 تا 4 تا مشاور خیلی خوب گرفتن در زمینه، چون تجربه نداشتیم زمینه پتروشیمی و شروع کردم و دیدم که نه، سرمایه‌گذاری میشه انجام بدی. سرمایه‌گذار آنچنانی هم نبود به سال به اصطلاح 86 85 و 86. البته مشاوری که اول گرفته متاسفانه بسیار مرد خوبی بود، مشاور خیلی خوب بود، ولی از نظر قیمت اولیه یه جوری گفت که 1/7 قیمتی که برای ما در اومد، گفت مثلا گفت با این ایکس مبلغ میتونید شما این شرکت ها به اصطلاح از چین که آوردید اینجا روپا کنید و شروع به تولید بکنید، ولی متاسفانه 7 برابر اون سرمایه گذاری کردیم تا شرکت بعد از 40 ماه مشاوران رو عوض کردیم، از به اصطلاح دانشجوهای دانشگاه صنعت شریف آوردیم استان یزد شروع کردیم. مدارک ما داشتیم ولی چون استان یزد نه از نظر تکنسین، نه از نظر به اصطلاح مهندسین فنی، نه از نظر زیر ساخت‌ها و امکاناتی که برای یکی پتروشیمی زدن تو استان یزد نداشتیم. و تازه این اولین واحدی هم که الان شرکت صدر شیمی ما سال 1391 تأسیس کردیم، تنها واحدی در کشور و هنوزم تنها واحده حتی در خاورمیانه، با توجه بهش کشور عربستان، قطر، بحرین، کویت بسیار اینا در زمینه پتروشیمی خیلی پیشرفته تر از ما هستن، هنوز این واحد را ندارن. آرامکوی عربستان از 3 سال پیشتر شروع کرده، یه واحدی 40,000 تن این رو داره میزنه سالیانه و هنوز هم شروع به تولید نکرده. محصول این شرکت که سال 1386 ما استارتش زدیم و خوشبختانه به یاری خداوند سال 1390 محصول اومد بیرون به نام یک ماده شیمیایی به نام انیدرید مالیک. پای تمام رزین ها، رزین چسب، رزین رنگ، رزین کامپوزیت، رزین سنگ های مصنوعی، روغن های غیر اشباح، صنایع دارویی، صنایع نظامی مصرف خیلی بالایی داره. ولی تولید ما که تا سال 1300 به اصطلاح 97 واحد اولا داشتیم که از سال 91 شروع شد. درخواست خیلی زیاد شد، یعنی با 10,000 تن که ظرفیت اسمی بود و ظرفیت رسمی به اسمی که ما خود تونستیم تولید کنیم 8,000 تن در سال تونستیم تولید بکنیم.
تا سال 97 هم صادرات میکردیم 40-50% از تولیداتون، ولی چون این صنعت از سال 95 خیلی رونق پیدا کرد و تو کشور ما درخواست کننده زیاد بود، از سال 97 از جلوی وارد صادرات ما را گرفتن و گفتن دیگه فقط تامین کننده مواد اولیه صنایع داخلی باید باشه و به این امر بود که ما واحد دوم را مثلا خط تولید دوم را استارت زدیم از سال 97. با توجه به خیلی مشکلاتی که پیش اومد، بحث تحریمایی که پیش اومد، حالا بحث کرونا بود، بحث تحریما بود، بحثی که متخصصین نمیتونستن بیاین، ولی خوشبختانه با توجه به پیشرفتی که همین عزیزان خود ما، مهندسین و تکنسین که خود ما داشتیم، شرکت اول بود، تونستیم حداقل 85% این واحد را خود ما کپی کنیم و بسازیم و خدا را شکر 25 اسفند 1401 استارت دومش آورد. الحمدلله الان هم بحث صادراتون به کشورهای منطقه شروع شده از ماه فروردین امسال، چون مازاد مصرف داخلی داره و شرکت‌های داخلی هم الحمدلله خیالشون راحت، یعنی جوری شده بود که شرکت‌های داخلی هم به همین صورت حداقل 3 ماه پیش باید سفارش میدادن، پول میدادن تا مواد اولیه‌شون بعد برسه به کارخونهشون، ولی الان دیگه به روز شده، حالا یک هفته تا 12 روز تا 10 روز تا 12 روز مواد اولیه‌شون داره میده. بحث پتروشیمی هم که شروع کردیم تا این زمینه میگم کار خدا بود، اصلا رفتم برای همین به اصطلاح قضیه دستگاه که حالا چرا نمیاد با ما همکاری، خط تولید گرانول ایویا که چرا نمیاد با ما همکاری کنه و بحث تحریم رو آوردن، گفتم ما شرکت آمریکایی نمیتونیم با شما توی کشور سرمایه گذاری. بله کار خدا اینجور شد، خیلی بهتر از اون شد. سرمایه گذاریش حالا نسبت به اون خیلی پایین تر بود، شاید 1/10 اون سرمایه گذاری کرده ما، ولی متاسفانه خط دومون شد دو برابر سرمایه گذاری اون قسمت، ولی الحمدلله راضی هستیم. و در صنعت یه حالتی شد، حالا الحمدلله هم داخل کشور هم خارج کشور، اون صداقت و درستی بسیار مجموعه ما یک عاملی شد برای پیشرفت تمام کارها. این نیست که حالا بگیم حالا در بخش حالا تولید یا در بخش صنعت، حالا ببینید از نظر فعالیت‌های اجتماعی گروه ما واقعا سر آمده توی کشور، حتی تو استان، نمیخوام بگم تو کشور، فعالیت اجتماعی، حالا بحث فعالیت اقتصادی الحمدلله رب العالمین راضی هستیم ما با توجه به شرایطی که مشکلاتی که الان بحث اقتصاد و تولید کشور واقعا دارن زجر میکشن، با این حال این واحد ما رو پا و داره کار میکنه. حالا فعالیت مذهبی داریم، فعالیت اجتماعی هستش، اونا رو گذاشتیم یه جوری که به قول پدر ما خدا سلامتش داره میگه بابا درسته شما 5 تا برادر با هم هست، درسته دارید الان داره فعالیت میکنید، درسته زن دارید، بچه دارید، نوه دارید، ولی یک قسمت از وجودتون مال مردمه، باید برای مردم باشه. یعنی باور بکنید که بله خدا را شو بینید بابا الان متولد سال 1315 هستن، الان 87 سالش، درست میگم 1315 85 87 سالشونه. خدمت شما عرض کنم، ولی الحمدلله رب العالمین عشق به کار، نه که به خاطر پولش، عشق به کار. حالا یه زمان مثلا یه خورده مثلا الان 4-5 سال گذشته تحرکشون کمتر شده، ولی با این حال ما یه سیستم فروش بردیم توی منزل بابا نصب کردیم و ایشون منطقه مشهد را اصلا کلا فروش به اصطلاح گل ساپوش دست بابا هستش، خودشون صحبت میکنن با مشتریا، حرف میزنن، با حسابدار ما صحبت میکنن. این حالت وجود داشتن و حالت فعال بودن این خودش باعث شده که اون امید به زندگی را خیلی توش بیشتر احساس بکنه برای خودش. یعنی کسی نیست که بگه من مثلا کسی نیاز بهم نداره، به تمام مشورت تا تمام کارهایی که ما میخوایم بکنیم از بابا مشورت میگیریم، جلسه میگیریم، بله میریم خونه بابا همه میایم، بله همه میایم. حالا اجازه بدید من توضیح بدم برای نسل بعد. میبینید ما الان پدر بزرگ نسل اول، بابا نسل دوم، ما نسل سوم، نسل چهارم ما تمامشون تحصیلات دانشگاهی دارن و تمامشون اومدن توی مجموعه خود ما. الان به غیر از حالا صدر شیمی، به غیر از گلساپوش، به غیر از ایویا شیمی، 5-6 تا دیگه مجموعه به اصطلاح بخش کشاورزی و پروتئینی هم را فعالیت داره میکنه. الان مثلا از زمانی که
سال 1394 که ما اومدیم در صنعت تولید بوقلمون، اصلا استان یزد شده قطب بوقلمون کشور. بوقلمون کشور. الان یه شرکتی هانی پروتئین داریم تأسیس میکنیم ان شاءالله تا اواخر امسال بتونه بهره برداریم برای به اصطلاح فراوری گوشت بوقلمون که تبدیل بکنیم به کنسرو، سوسیس، کالباس و ارزش افزوده‌ای که حالا برای همکار ما تو استان برای ایجاد بشه و برای خود واحدهای تولید خود ما، چون ما 4 برابر مصرف استان 10 برابر مصرف استان یزد ما حالا داریم بوقلمون تولید میکنیم که به شیراز، اصفهان، کرمان، زاهدان خدمت شما، یعنی سیستان، بلوچستان، بندر عباس الان بوقلمون ما حالا یه کشته زنده دارن صادر میشه از استان. خیلی خوب شد. در این زمینم واقعا سرمایه گذاری کردیم. 6 تا مجموعه مثلا مزرعه پرورشی بوقلمون داریم و سالیانه 1300-400 تن ما گوشت بوقلمون داریم تولید میکنیم. حالا به غیر از حالا مجموعه دیگه هم هستن تو استان، فقط این مجموعه‌ای که وابسته به خدا بله اومدن خیلی زیاد شده الحمدلله. الان حالا همین هم شد که این به هانی پروتئین و به فراوری این گوشت‌ها داریم تو استان یزد میزنیم که خیلی هم ارزش افزوده برای تولید کننده داشته باشه و برای مملکت. الان با توجه به شرایطی که کشور داره، من اینو میدونم یعنی تنها راه چاره برون رفت از مشکلات کشور تولیده. یعنی اگر تولید ما داشته باشیم در همه زمینه‌ها هم تولید خوب داریم الحمدلله. فقط یه ذره دیگه بتونیم تعامل بکنیم با دنیا که بتونم به امر صادراتون هم رونق پیدا بکنه، خیلی مملکته. یعنی از نظر این مشکلاتی که الان مردم در گریبانگیرش هستن خیلی مشکلات مرتفع و کمتر میشه ان شاء الله. نسل 4 ما الحمدلله همشون اومدن توی مثلا صنعت تولید و هر کدومش یه گوشه کاری را دارن میگیرن و با اینکه هم تحصیلات دانشگاهی دارن، در حد دکترا ما داریم، فوق لیسانس داریم اکثریتشون و دکترا، ولی خدا را شکر اون طبع کاسبی که کسب و کاری که توی وجود ماها بود خدا را شکر تو وجود این دوست و عزیزان هم هست و ما هم خوشحال هستیم، یعنی راضی هستیم. با توجه به شرایط جامعه خودتون میدونید خیلی مشکله این زمونه یه جوونی که حالا بالاخره از همه امکانات به اصطلاح بهره ور باشه تا حدودی مثلا خدا نکرده راهش کج نشه. خدا را شکر بچهای ما و نسل بعد از ما که نسل 4 ما هستن خدا را شکر همشون توی مسیر تولید و فعالیت و کار افتادن و راضی هستن. بله بفرمایید. از اول تا حالا این سوال تو ذهن منه، پدر و مادر چیکار کردن که 5 تا داشت هیچ کدوم نرفتن؟ همتون همینجوری پشت هم دیگه بودیم. خیلی ها سوال میکنن این سال از ما، رمز این که الان نمیدونید، چون ببینید شراکت ها شاید یک نسل با هم باشن ولی نسل بعد میاد شراکت را از بین میبره. یعنی قانون شراکت همینه، چون تعداد زیاد میشه شراکت ها شکسته میشه. رمز موفقیت ما اولا خب ببینید باید خدا خواسته باشه، یعنی همه چیزو ما اگر که بذاریم در گروه خدا. دوما بحث که ما برادر خدا رحمت کنه، همه گذشتگان خدا رحمت کنه، مادر ما، محوریت زندگی و ریل گذاری زندگی اگر یک کسی آگاه و کامل ریل گذاری بکنه زندگی ها خیلی خوب پیش میره. پدر ما ریل گذاری کرد این قضیه را و نسبت به شراکت ها الان 5 تا برادر ما مساوی هستیم، یعنی هیچ فرقی نمیکنه. اخوی که من و اخوی 14 سال زودتر از اخوی کوچیک اومدیم مساوی هستیم با هم دیگه. این یکی قضیه که خیلی مساوی هستیم، یعنی این امر پدر بود و مادر. اگر میخواید موفق باشید و پیشرفت بکنید باید مساوی باشید، گفته مشکلی نداره و نیازشون هم داشتیم. ببینید یه زمانیه که یه کسی میاد سربارد میشه زورت میاد، میگه من 10 سال زودتر اومدم کار کردم، حالا اخوی اومده تازه گل من زدم ما آویزون شده. اینجور نبودن برادر ما، یعنی هر کدومشون که وارد مجموعه ما میشدن نه تنها برای ما، حتی برای خودشون، برای ما هم خیلی به قول خدا مسیر پیشرفت بازتر میشد و بیشتر میشد. از یک قانونی داشتیم برای خود ما شریک با کسی نمیتونیم بشیم. الان اگه شما بگید آقای اشقان ملک بیا با من شریک بشو، بگم چشم، باید به برادرها بگم برادرها خداحافظ. از نظر قانونی سهام شرکت به نام منه، دارم اندازه که اخوی‌ها دارن، همه چی مساوات
به نام همدیه داریم، ولی اگر من از نظر اخلاقی خواسته باشم با شما شریک بشم، باید بگم برادرها خداحافظ. یعنی نگاه به عقبه و گذشتم دیگه نکنم، داشتهای گذشته رو باید بذارم کنار، برم با شما شریک بشم. اینجور کاری هم نمیکنم. پس از وجود من توی مجموعه استفاده میشه. من فکر و ذکرم فقط همین برای مجموعه هستش، نمیرم برای خودم فعالیت بکنم. و خدمت شما عرض بکنم که این رمز موفقیت. بحث خانواده ها الحمدلله رب العالمین، اینم بازم ببینید به خدا نظر خداوند هستش. حالا 5 تا برادر، ما 5 تا خانم داریم، 5 تا ناموس ما هستن، ولی ناموس ها عین خواهر. یعنی هیچ کدوم ناموس ها اون تو کار زندگی، چرا مدیریت زندگی دارن، زندگی خودمون داریم بکنیم، خانواده، دختر، عروس، پسر، نوه داریم زندگی میکنیم، ولی هیچ کدومشون در زمینه بحث اقتصادی دخالت آنچنانی ندارن آنچنانی هم نمیگم، اصلا دخالت ندارن. اصلا خانم من نمیدونه حالا من تو شرکت چه کار میکنم، من بیشتر کار میکنم، اخوی کمتر کار میکنه، من باید بیشتر کار بکنم. الان به جوری هم شده که بچه‌ام که الان اومدن هر کدوم یک گوشه کارا گرفتن، سعی میکنیم جوری باشه که مثلا فشار روی یک نفر نباشه. حالا سعی میکنیم تقسیم بکنیم. حالا شاید مثلا 10-20% تولرانس داشته باشه، مثلا من کمتر کار بکنم، اخوی بیشتر کار بکنه، ولی اینا هضمش کرده. حالا ان شاءالله بتونیم نسل بعدم مثل نسل ما، حالا ما نهایتا برادر بودیم، مثلا حالا یکی برادر ما، مثلا من خود من علنیه به عنوان فعال اجتماعی شاید نسبت به اخوی بزرگ یا اخوی سوم وقت برای بحث اقتصادی 80% کمتر وقت میذارم نسبت به اخوی‌ها. بله ولی من نه، اونا منو آزاد گذاشتن، گفتن اخوی شما رو در این زمینه‌ها فعالیت بکن، این زمینه‌ها فعالیت هم بکن، پشت منم هستن. ببینید پشت منم هستن. ببینید معذرت می‌خوام، کار فرهنگی، کار اجتماعی هزینه بره، یعنی چیزی نیست که خاصه به گفته بریم میخوام تو محل یک کاری بکنم. جناب استاد محله محمود آباد ما الان 20 سال گذشته که ما یه دست به تحولاتی زدیم تو محله، معتاد زیر 35 سال ما نداره. از نظر اعتیاد، از نظر سلامت جامعه، از نظر ازدواج، از نظر ورزش توی استان، حتی توی کشور حرف اول میزنه محله محمود آباد. 7000 نفر جمعیت داره، باور بکنید حدود شاید 1300-400 تا فقط در زمینه ورزش مشغول هستن، درگیر ورزش هستن. جامعه سالم یعنی هم. حالا بحث هیئت‌های مذهبی هستش، بعض مساجد فعال، اینا خودش هم خیلی موثره، ولی نمیخوام بگم همش ورزش. شرکت به اصطلاح باشگاه فرهنگی ورزشی گلساپوش، خب بالاخره اینا همش هزینه داره. باور میکنید معلم مثلا تو سیستم حساب داری هزینه‌های عملیاتی داریم، هزینه‌های غیر عملیاتی هم داریم. باور میکنه هزینه غیر عملیاتی ما خیلی بیشتر از هزینه عملیاتیه. هزینه عملیاتی یعنی چه؟ یعنی پول مواد اولیه بدی، خدمت شما عرض بکنم پول کارگر بدی، پول برق، آب، مالیات، اینا رو بدی. هزینه‌های غیر عملیاتی بری مثلا چیکار بکنی؟ یه مجمع بگیری، ورزشگاه بسازی، تیم تشکیل بدی، مسابقات لیگ برتر برن، دسته 1، دسته 2، جایزه، پاداش، حقوق. الان بازیکنان ما عین بچهای خود ما که الان اینجا استخدام هستن، بازیکنان ما همش استخدام هستن. الان مثلا آقای مختاری ما 16 سال سابقه بیمه داره، 16 سال داره برای تیم بازی میکنه، 16 سال هم سابقه بیمه داره. یا مجموعه مدیریتی باشگاه فرهنگی ورزشی گلساپوش، تمامشون سابقه بیمهشون بالای 15 ساله، بالای 16 ساله. خب الانم شاید هم حالا نسبت به باشگاه دیگه از نظر پرداخت و حقوق ما به پای اونا نرسیم، حالا به پای بازیکنان والیبال نرسیم، به پای والیبال بازیکنان فوتبال چمنی نرسیم، ولی در زمینه فوتبال ساحلی هر کاری که ما تو که استان کردیم به قول خود یا اولین بودیم یا قطب شده. الان قطب ورزش‌های ساحلی کشور شده استانی است. یعنی تیم ملی ما 12 نفر 8 نفرشون از باشگاه گلساپوش هستن. خیلی خودش مهمه. خود تازه بومی همه بومی بچهای یزد خودم، بچهای مردوا، بچهای یزد خودمون، بچهای مهریز که الان نیا که بچهای اردکان دارن با هم دیگه همکاری میکنیم. خدمت شما عرض بکنم که خود نه ببینید الحمدلله رب العالمین. چرا؟ ببینید معذرت میخوام، تولید یه حالتی داره که اگر یک مجموعی یا یک واحد تولیدی یا یک شرکت تولیدی طی 4 سال
توسعه نداشته باشه، افزایش فروش نداشته باشه، تنوع کالا نداشته باشه، سال 4 شرکت ورشکسته که میگه چرا اضافه نمیکنید. الان ما سال گرساپوش گفتم از سال 75 که شروع شد با یه دستگاه، ولی الان نهایت الان 15 16 تا دستگاه داره اینجا کار میکنه در طی 2 تا شرکت، ایویا شیمی و گلسا. خدمت شما پشت سرش صدر شیمی، واحد اول، واحد دوم، جدا سازی گاز، همش هم اینا اول توستانه. یعنی جدا سازی گاز ما داریم توی کشور، اولین واحد خصوصی دیگه هم کسی نداره، اولین واحد خصوصی کسی هم دیگه تو کشور نداره. الان ما گازی که داریم صادر میکنیم به کشورهای قزاقستان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه، گازی که ما داریم صادر میکنیم، حداکثر ظرفیتی که داریم تولید میکنیم داریم صادر میکنیم برای کشورها. ارزش افزوده هم داره. باید بیاین توی زمینا شرکت‌های حالا پتروشیمیای کلان بزرگی خصوصی و دولتی هستن که متاسفانه خروجی ورودیشون هم مشخص نیست و براشون هم مشکلی نداره. حالا 1000 تومان وارد چرخه تولید بشه، او 1000 ریال هم در نه عین خیالشون نیست، ولی واحدهای خصوصی اینجور نیست. هم ارزش افزوده برای کالای داخل، تولید داخل ایران داره، هم برای صادرات، هم برای اینکه خام فروشی نمیشه دیگه. اینا باید بالاخره دولت هم در این زمینه کمک بکنه، همکاری بکنه و همکاری هم میکنن. این چیزی نیست که ما خود ما به تنها بخش تحصیلات کاملا بانک ها با ما همکاری میکنن، با توجه که از ماه 5 سال گذشته تا کاملا بانک ها قلف هستن، ولی ما الحمدلله نه، چون شرکت موفقه، هم از نظر حساب کتابی ما الان در حدود 48 سال شد که ما دست چک و حساب بانک داره. این 48 سال یک عمره، یعنی نیم قرن میشه. باور میکنید که اصلا تو این 48 سال سابقه نداشته که چک حالا مجموعه های ما یا مثلا پشت باج بمونه یا خدا که برگشت بخوره، یا بحث تحصیلاتی که از ما بانک ها میگیریم. اینا خودش خیلی مهمه، خیلی مهمه. بله الانم بله میدونیم الان مثلا مواد اولیه و با توجه به مثلا نرخ ارز نسبت به حالا 2 سال 3 سال گذشته شاید 10-15 برابر سرمایه گردشی که شرکت ها نیاز دارن اضافه تر شده، ولی متأسفانه بانک ها همکاری نمیتونن بکنن، منابع ندارن یا نمیخوان انجام بدن. ولی الحمدلله نه، گروه ما و مجموعه ما هیچ مشکلی با بانک نداریم، یعنی از نظر تحصیلات به ما میدن. خدمت شما عرض کنم الانم ان شاءالله واحد 4 طرح توسعه 4 حالا استارتش خورد و انشالله بتونیم تا سال 1400 و پایان 1403 مجموعه رو بهره برداری برسونیم انشالله بیاری خدا. اینو داشتم میگفتم، اصلا میگه توسعه نمیدی تولید باید توسعه بدی، یعنی نمیتونی اصلا. گفتم اگر یه شرکت 4 سال پیاپی با توجه به تورمی که تو کشور ما هستش 4 سال نهایتا تا 5 سال اگر یک نوع کالا تولید بکنه، یک رقم فروش داشته باشه، توسعه فروش، افزایش فروش نداشته باشه، تنوع کالا نداشته باشه که نتونه به اصطلاح جنسیشا بیشتر بفروشه و توسعه فروشی و سرمایه گذاری نکنه، ورشکست هست. یعنی این ما مجبور هستیم و عشق هم هستش. مثلا ببینید شاید مالای کسی بگه آجی شما تا 5 نسلت هم معذرت میخوام به این آمیانش من بگم 5 نسلت بخورن هست، چرا دلت کار میکنید؟ ببینید ما مجموعه حدود نزدیک به 1000 تا نیرو دارن با ما همکاری میکنن. خیلی خودش ما 1000 تا سفره کار خدا ما نیست، ما واسطه هستیم. ببینید توی موقعیتی که معذرت میخوام مملکت ما از نظر بیکاری حالا درصد حالا 9% و 10% و 12% میگن، ولی با این حال بله خدمت شما عرض کنم که این مجموعه باز باشه. تا الان هم خدا را شکر خیلی از شرکت ها معوقه حقوق دارن، خیلی از شرکت ها مثلا شاید با هدف حقوق نیروهاشون رو ندن که نیرو نگر بدارن، ولی ما نه الحمدلله اون صداقتی که گفتم پایه‌گذاری و گذاشته از روز اول الان همینجا امتداد داره. روز 15 16 17 هر برج حقوق بچه‌ها میدن و راضی هم هستن کارگرام. من گفتم معدی مالیاتی من سال 1354 معدی مالیاتی شدن، یعنی مالیات دادن 1404 میشه 50 سال. خدمت شما عرض کنم که اینا میخوام بهت بگم که ای تو 50 سال هیچ زمانی ما مشکل با دارایی هم نداریم.
دوستانم میگن آجا چطوری شما هیچ وقت مشکل با دارایی نداری؟ گفتم خیلی راحت، دارایی 1000 تومان میخوام، ما 1000 تومان بهشون بدیم، یه مشکلی پیش نمیاد. اگر شما مثل ما باشه دیگه به دارایی بگه، ولی نه نهایتا دارایی نام همکاری با ما میکنن خدا رو شکر. یعنی مشکلات ما ببینید مثلا مشکلات همش درباره خود داشتیم صحبت میکردیم، حالا درباره اقتصاد استان یا اقتصاد کشور. مشکل ما اقتصاد دولتی بودن، 85% اقتصاد ما دولتیه. بالاترین ضربه ای که الان داره تولید و صنعت و اقتصاد ما میخوره این 85% نابود کننده اقتصاده. یعنی مطمئن باشید آمار داریم، آمار دقیق داریم که صنعت ما این 15% اقتصاد خصوصی داره میچرخونه. اقتصاد دولتی خصوصی و خصولتی و دولتی نابود کننده اقتصاد است. ببینید بحث حالا مثلا خامفروشی که حضرت آقا داره داد میزنه، هیچ کدوم از شرکت‌های خصوصی خامفروشی نمیکنن، تمام شرکت‌های دولتی هستن. مشکلات که میخوام بگم نداشتن ثبات اقتصادی مشکله. حالا ما حلش داریم میکنیم، ما یه جوری برنامه ریزی داریم میکنیم حلش میکنیم، ولی خیلی از شرکت‌ها اصلا دارن نابود میشن. الان اگه وارد شهرک صنعتی استان یزد خود ما بشید، شاید بالای 55% صنعت شرکت‌های ما یا تعطیل هستن یا با ظرفیت خیلی پایین دارن کار میکنن. اینا فاجعه. این سرمایه ملی داره از بین میره، هم سرمایه ملی از بین میره، هم کسی که 20 سال 30 سال 10 سال در زمینه صنعت فعالیت کرده، نقشه کشیده، سرمایه گذاری کرده، عمرش و جونش داده، الان در نابود میشه. اینا مشکلاته. مشکلات بعدی نداشتن ثبات اقتصادی، مشکلات بعد نداشتن تعامل با دنیا. بحث ساده گفتم ما تولید سرریز خیلی داریم تو مملکت در همه زمینه‌ها. الان همین واحد سطحی ما خدمت شما عرض بکنم که مصرف سالیانه کل کشور ما در حدود 12000 تنه، ما الان 20000 تن داریم تولید میکنه. واحد بعدی اونم 28000 تنه، پس باید بریم صادر کنه. ارزش خیلی خوبی هم داره. ما به جای که بنزن صادر بکنیم، به جایی که گاز میکس بوتان صادر بکنیم، می‌بینیم تبدیل میکنیم به انیل مالیک با درصد خیلی بالایی داریم صادر میکنه. گاز بوتان رو ما معذرت میخوام، گازی که ما باید التماس کشورهای منطقه بکنیم، عراق بکنیم، ترکیه بکنیم، التماس بکنیم میگن گاز ما بخرن. این گاز معذرت میخوام با خیلی قیمت پایین این گاز میاد تو شرکت ما با کالای خیلی قیمت بالا داره به فروش میرسه. کالای یک تبدیل شده به کالای دیگه. اینا با صنعت دولت بیاد سرمایه گذاری کنه. مشکل سوم گفتم نداشتن تعامل با دنیا. مشکل چهارم ما بحث بانک ها هستش که خودش همکاری نمیکنه. یعنی گفتم با توجه به شرایطی که مملکت تو 3 سال گذشته پیش اومد، او تورم 60-70%، 50-60% که خود ما همه داریم حس میکنیم. یعنی اصلا کسی دیگه نمیتونه بگه تورم یعنی چه. یعنی من و شما سر صفر رو حس میکنیم، تورم یعنی چه. حساب که خیلی خوبه. محوریت پدر بوده. ما اینجا شرایط برادر بزرگتر، بعد برادر دوم، بعد برادر سوم رعایت میکنیم. اگر اصلا اینجوریه که اگر من به عنوان حالا مجموعی از این دعواتون نشده، دعوا سر کار میشه. مثلا من میگم که مثلا حالا بخش گل ساپوشا بگیم، مثلا میگم این قالب شاید مثلا نخرم، اخوی دعوا نیست، از بحث کاریه. بله، دعوایی که مثلا خدای نکرده اختلاف باشه تو کسب و کار نداشتیم، چون می‌بینید رعایت کرده. یعنی هیچ وقت اخوی من نمیتونه بیاد دیگه من به اخوی بگم بله آقا تو بیشتر از من بهره بردی از این شرکت. هیچ کدوم نمیتونه بگه، هیچ کدومو. چون هر چی بوده تقریبا سعی کردیم، حالا شاید مثلا 100% نباشه، ولی او 5% اصلا چیزی نیست که من اینقدر، یعنی اخوی ها من بزرگ من نشستن که بگرد ببخشید اینجا دستم بزنم بله، اینقدر بزرگ من نشستن که حالا 5% مثلا بیان بگن حالا تو مثلا 5% بیشتر ما مثلا برداشت کردی یا مثلا بیشتر ما بهره بردی از این شرکت. اینجور نیست. گذشتم خیلی خوبه. گذشت تو مثلا انتخاب سعی کردیم همه کارا تفکیک بشه. سال پنجمی که شرکت داشتیم، سال مثلا 1380 یه دوست عزیز داشتیم آقای سعید نژاد، ایشون صاحب 60-70 تا کارخونه تو تهران هستن، کارخونه‌های متفاوت. ایشون مهمان ما بودن، اومدن یزد، چون ما بخش سال 80 واحد ایویا رو آورده بودیم، ماشینای ایتولی ایویا رو آورده، اونشون اومدن ببینن، بیان به عنوان بازدید کننده از شرکت بیان ببینن.
بعد من نشسته بودم و پشت میز داشتم حساب کتاب یکی از نیروها میکردم، حقوق یکی از نیروها داشتم حساب کتاب میکردم. بعد نهار که خوردیم، بعد نهار دوباره برگشتیم شرکت، گفت که حالا من صبح تا مزاحم شما بودم و تجربه خود من میخوام تجربه را، حالا شما هم جوون هستید، حالا اون زمان من سنی نداشته 25 سال پیشتر، جوون هستید تو میخوام یه تجربه خودم رو انتقال بدم به شما. گفتم خدا خیرت بده. بله دوست ما گفت من 2 تا نصیحت میخوام بکنم. یکی که اگر یه زمانی مثلا نگهبان دم در بگه آقا یه سید جلیل القدری میخواد بیاد از شرکت بازدید کنه و این سید هم امام زمان باشه، رو تو میشه ببرید تو یه شدیه سالونی که زن و مرد نامحرم پیش هم باشن. منم خودم جواب دادم که آقا اینا زن و شوهر هستن. گفت داره بدتر، داره بدتر. حالا بعد قضیهش میگم بهتون. خدمتتون عرض کنم که از اون زمان سعی کردیم، تقریبا 3-4 ماه هم طول کشید، کلا خانوما رو از آقایون جدا کردیم. هم از اصلا دیگه بحث تولید آوردیمشون بیرون، به بحث بسته بندی را دادیم دست خانوما و یه خانمی هم گذاشته مسئول این خانوما که هیچ رابطه، یعنی هیچ زنی رابطه با ما نداشته باشه، یعنی هیچ خانمی رابطه با نه تنها مسئول سرپرست سالن، سرپرست تولید، سرپرست کارگاه، مدیر تولید، اون خانم رابطه با خانوما داشته باشه. خیلی راحتم شدیم، اصلا هیچ مشکلی ما الحمدلله دیگه بحثی نداشتیم با خانوما. نوبت چراغاتون رو شمع شده. بله این هم میگم. این بحث دوم گفت که آقای حاج محمد آقا، حالا من اسمم درسته احمده ولی تو شناسم ولی بهم میگم محمد، اخوی بزرگ احمده تو شناسم محمده، اون حاج احمد آقا ما بهمون میگم محمد. گفت حاج محمد آقا یه نصیحت دیگه هم میخوام. امروز دیدم توی دفتر نشسته بودی داشتی حساب کتاب نیروتو میکردی، خودت حساب کتاب میکنی؟ گفتیم بله. گفت پس حسابدار چه کار هستش؟ گفتم میترسم حسابدارون کم و زیاد کنه. گفت نه حاج آقا نترس، شما برو به حسابدارت بگو نه میخوام 1 ریال از طرف ما به حق کارگر پامال بشه، نه 1 ریال حق کارگر از طرف ما پامال بشه. حساب بنداز گردن حسابدارت. چرا خودت حساب میکنی؟ گفت خودت میدونی چی کار کردی؟ خیلی تیز بود. گفت 655 تومن طلبکار شد بنده خدا، تو گفتی 5 تومنش بهت نمیدیم. این اشتباه. گفتی برو 650 تومن از حسابدار بگیر، این 5 تومن افتاد گردن حاج آقا. گفت این کار نکن، کارگر حقش باید داده بشه، خودت هم حساب نکن، هرگز حساب نکن. گفت شیطان آخرش 1000 تومن، 1 ریال، 2 ریال میگه خود راستش میکنیم، مثلا میذاره مثلا 2 ریال نمیدیم بهش، این 2 ریال حقش گردن شما هستش. اینم 2 تا راهنمای ما کرد که خدا را شکر. گفتم چون ما اصلا مشکل کارگری با توجه که الان نزدیک به 1000 نفر نیرو داریم، هیچ زمانی مشکل کارگری نداریم، چون حساب کتابون با حسابدار. حالا الان کارپرداز داریم، قبلا کارپرداز نداشتیم، الان کارپرداز استخدام میکنه، خدمت شما عرض کنم حقوق تعیین میکنه، خدمت شما عرض کنم حالا زمان پاداش شد میاد با حالا داداش بزرگ یا داداشی که تو کار تولید هستش یا داداش که صدچیمی هستش یه مشورتی میکنن، مثلا این رو خوب کار کرده مثلا یه مقدار پاداش بهش بدن، ولی از نظر حقوقی طبق قانونی که داره کار دارن صورت میدن، حساب میکنن، کتاب میکنن، ربطی هم به ما نداره. روز اولم گفتیم، روزی هم که از بنده خدا از همون لحظه رفتیم به حسابدار گفتیم از این الان هیچی گردن ما نیست، اون دنیا ما جواب شما نمیدیم، یعنی جواب نیرو کارگر نمیدیم که یه زمانی پیش ما کار میکرده 10 سال 5 سال 2 سال 1 سال 30 سال و یه جای حقش ما پایمال شده، ما جواب نمیدیم، تو باید جواب بدی. خب حرف آخر. حرف آخر 2 تا مطلب میخوام بگم. یعنی ما گفتم نیم قرن شد که تو بازار هستیم، تو کسب و کار هستیم. راهگشای کار، راهگشای اقتصاد، راهگشای زندگی، اون ریل گذاری اولیه خیلی مهمه که حالا توسط خود آدم یا توسط معلم آدم، استاد آدم، پدر آدم، مادر آدم، این ریل گذاری خیلی مهمه. هدفم خیلی مهمه، کجا میخوای برسی. ببینید یه زمانی مثلا انسان میگه منم میخوام یکی شرکت داشته باشم بسومم قایی که مثلا دیگه دستم بشه کسی دراز نباشه تو همین شرکت داشته باشم. و حالا من قضیه تعریف کنم که از عقب ما یه روز شنیدیم که رفته یه کارگاهی گرفته تو یک دستگاه تولید کفش ایرانی آورده،
اقوام خیلی نزدیک ما هم بود. بعد سر سفره مهمونی بودیم و بعد گفت که سر سفره گفت خدا را شکر ما روزی اینقدر درآمد داره به من. ما اومدیم تو شرکت پیش اخویا گفتن اخویا ما 3 تا 4 تا دستگاه خارجی داریم اینقدر برو بیا داریم تولید میکنیم و کسی هم یه جفت جنسونم رو زمین نمیمونه. تو مواد اولش هم خودمون داریم تولید میکنیم. این درآمدایی که این کیش قوم میگه ما نداریم چطور اون داره. اخوی کوچیک ما گفت که آجی محمد آقا گفتم بله. گفت من نیم ساعت بهت میگم که این بنده خدا کجای کارش داره اشتباه میکنه. اینا میخوام میگم رمز موفقیت کجا هستش. گفته روزی چند؟ گفته روزی این مبلغ. گفت باشه من نیم ساعت بهت میگم. نیم ساعت بعدش حالا هنوز دفتر بالا نداشتن دفتر پایین بودیم. اومد تو اتاق و گفت حاجی محمد آقا این اقوام خیلی نازک حالا اسم نمیخوام ببرم. گفت این روزی 50,000 تومان داره ضرر میکنه. گفتم اخوی این چطور میشه؟ این بنده خدا خودش میگه این مبلغ داره استفاده. گفت بره در روزی 50,000 تومان ثابت هم که گفت روی این است روی این است روی این است. این بنده خدا متوجه نیست روزی 50,000 تومان داره ضرر میکنه. وظیفه شما هم هستش که برید، چون اقوام گوشت و پوست هم هستیم، وظیفه شما هم هستش. یکی از اعتقادهای ما این هستش که راهنمای خوبی هستیم، یعنی صادقانه راهنمایی میکنیم. همین الان هم هر کس توی استان توی کشور در رابطه با هر تولیدی که ما داریم بیای از ما راهنمایی بکنه، خدا فی ما بین صداقت بهش میگه آقا این کار اینم ما هم. گفت وظیفه شما هم هستش حاج محمد آقا با داداش بزرگ برید شبی خونه این قیش و قم بشینید بهش بگید فلانی تو سر سفره گفتیم روزی اینقدر درآمدت با یه دستگاه، الان خودت با 3 تا بچه داری جون میکنید ولی درآمد ندارید، 50,000 تومان در روز داره ضرر میکنه. رفتیم خونه براش توضیح دادیم تشریح کردیم. خانمش برگشت گفت که خانمش هم اقوام هستم. گفت حاج محمد آقا اسمش باشه ما کارخونه دار باشیم دیگه مسئله حله. ما هم گفتیم فلانی خونه تو مره، زندگی تو مره، ماشین تو مره، زمینی که دارید باقی که دارید مره، بالاتر از همه آب رو تو مره نکنید. حاج علی آقا اشتباه نمیگه، این مسیری که دارین اشتباهه. حساب کتاب وریل گذاری گفتم اینجا رو میخوام بگم. طولی نکشید 1 سال بعدش همه حرفایی که ما گفته بودیم شد. خونشون فروختن، ماشینشون فروختن، آبروشون رفت، وامشون پشت بانک ماند، بالاتر از هم آبروشون رفت و ولی الحمدلله دوباره سعی کردن تلاش کردن اومدن بالا. اینا میخوام بگم که اگر تو زندگی حساب کتاب نباشه خیلی مهمه. حرف آخر من اینه که اول صداقت، دوم حساب کتاب، با برنامه. مشاوره خیلی خوبه، از کسی هم که مشاوره میگیری خیلی خوبه. صداقت هم گفتم و یک جوری باید رفتار کنید مردم اعتماد بهت داشته باشن. ما سال 1380 مسجد مصلا تو خیابان قیام، مصلا صفدار خانم مدرسه حوزه علمی مدرسه خانم وقفیات نداشت. اینا شروع کردیم با کمک همدیگه و کمک شروع کردیم به ساختنش. تخریب کردیم و 1363 معذرت میخوام تخریبش کردیم و شروع کردیم به ساختن. خود من دفترچه تنظیم کرده بودم میرفتم از مغازه‌دارا پول میگرفتم. بعد یه رو رفتم این مغازه‌داری گفتیم آقا مثلا مایونت بده برام مسجد. گفت حاجی آقا به خدا مایون من به درد مسجد نمیخوره. ما دیگه اصلا سوال نکردیم برای چی او بنده خدا گفت به درد مسجد نمیخوره. فرداش دیدیم 200,000 تومان آورد مغازه به من داد و گفت این اسم من تو دفتر بنویس. گفتم آقا چرا دیر رو بهم ندادی امروز بهم دادی؟ گفت این پول خیاطی خانم منه، پول حلاله برای مسجد. این اعتقاداتم خیلی چیز خوبیه. تو این موقعیتی که حالا تو بازارم مثل مثلا میخوام بگم آتش کف دسته، هر جایی که پول باشه مثل آتش کف دسته. یعنی از این پول گذشتن خیلی هنر میخواد که خدای نکرده کم و زیاد نکنی. بشه مشتم یعنی یه روزی حالا البته جامعه ما متاسفانه اونجوری که ما خواستیم که بشه نشده. خوبم هستن تو جامعه الانم به خدا باور میکنه. حالا تو همین صنفه حالا معذرت میخوام صنعتی که ما بیشتر الان حالا با عنوان عضو اتاق بازرگانی با شاید خیلی از صنعتگرای استان در رابطه هستن، خیلی هاشون اون ارتباط اخلاقی و ارتباط دینیشون با خدا وصلتن ولی بعضی وقتا مجبور میشه. مثلا بنده خدا
یکی از همکار ما چند روز پیش از زنگ زد آقا مثلا یه مبلغ بود، گفتم ندارم، گفت من مجبور هستم برم نزول کنم. می‌بینی خیلی بده یه آدم متدین 67 ساله‌ای که طول عمرش کار خلاف نکرده، سعی کرده درست هدف کنه، الان به خاطر مشکلات اقتصادی خواسته بشه بره این کار را با پول نزول که ما خود ما می‌دونیم هم نزول دنده هم نزول گیرنده اهل آتش و دوزخ هستن، این مشکلات باید برطرف بشه تو جامعه ما که متاسفانه مشکله. یکی بحث حالا این پولم که بیا زندگی نابوده، بله میگم هر جفتش نابود میشه. خب ببین او بنده ببینید بله او بنده خدا این همکار ما دوست ما بالاخره ناچار بانک بهش دیگه وام نمیده چون حساب کتابش خرابه. این بنده خودم کلاهبرداری کردن ازش، کلاهبرداری کردن، زمینش خالی بوده، پشتم نداشته و خدمت شما عرض بکنم که ولی به این مرحله رسیده که مجبوره بره پول نزول بکنه. این میگه که تا کی خوب میشه، خیلی از مسائل با دست به دست هم بده که جامعه ما خوب بشه. حالا خود من به عنوان کسی که حالا تجربه ببینید، تجربه زمان انقلاب رو دارم، من که تو بازار بودم، جنگ شروع شد تجربهش دارم، خاتمه جنگ تجربهش دارم، زمان آقای سازندگی هاشمی رفسنجانی تجربهش دارم، زمان آقای خاتمی تعاملی با جهان و دنیا که داشتیم، حالا به قول خودمون حالا که از سوریه هم بود داشتیم تعاملی برگزار میکردیم، یک نفسی هم اقتصاد کشور کشید. خدایشون زمان ما های دوست عزیز من مواد میخریدیم، یعنی التماس ما میکردن کشورهای شرق آسیا حتی کشور اروپایی که بیاد به صورت یوزانس مواد الان بگیرید مثلا 2 سال دیگه پول به ما بدید. زمان آقای خاتمی اینجور شد، یعنی اقتصاد، یعنی تمام صنایع ما زمان دوره 2 ساله آقای خاتمی نو شد، صنعت ما، کارخونه‌های ما نو شد، کارخونه‌های جدید اومد، صنعت‌های جدید، چون تعامل با دنیا برقرار شد، باز شد. زمان آقای احمدی نژاد دیدیم دور اولش بد نبود، خوب بود، اون عدالت اقتصادی که ما اجرا بکنه تا حدودی اجرا شد. حالا رفت تو روستاها، صنعت‌ها برد، خیلی از شهرهای بزرگ برد، شهرهای کوچکتر خوب شد، ولی متاسفانه بحث اون تحریم ها همه چیز را زد نابود که دوره دومیش از سال 83 به بعد نابود شد. از اون زمان مشکلات ما شروع شده. این تحریم ها زورم هستن، ببینید من نمیخوام بگم دولت ما یا ملت ما مخصص، دنیا هم زور به ما میگه، زورم به ما میگه. حالا بحث هم حالا انرژی هسته‌ای یا بحث این مثال نمیخوام وارد سیاست بشیم، نیاز هر مملکتی هستش، نیاز ما، حالا ما اون چی چا داشته باشیم، نفت داشته باشیم، گاز داشته باشیم، نیاز ما هستش. ولی متاسفانه روش‌های بالاخره دولت بد شد. دولت آقای روحانی هم دیدیم که حالا متاسفانه حالا از زمان آقای روحانی بحث تورم ها شروع شد، بحث اختلاس ها شروع شد. خدمت این مشکلاتیه که اگر انشالله اینا رفع بشه آینده هم خوب میشه انشالله. بیاریم یه سوال می‌پرسم با توجه به همه رویات مذهبی شما، با توجه به این فعالیت اقتصادیتون، حجاب یا اقتصاد اولویت کدومه توی این مملکت الان؟ ببینید من از خانواده خودم شروع میکنم. ما خانواده ما نمیخوام بگم مذهبی بودیم، یه خانواده معتقد بودیم. مادر من حجاب داشت، خانم من حجاب داره، دخترای من تا زمانی که عروس نشدن تو خونه من حجاب داشتن. بعد که عروس شدن دیگه اختیارش دست منه. من پدر بودم و دختر 18 سال 19 سال 20 سال شد رفت ازدواج کرد، آقا اختیار شوهرش داره، حالا هر جور میخواد بگرده به من ربطی نداره، ولی رعایت میکنه. نوه های من الان نوه دارم، من 15 سالشه، حجاب رعایت نمیکنه. به خدا الله اصلا گفتن نداره. مثلا این در 7 روز پیش یه دوستی زنگ زد، گفت آقا، گفتم بله، گفت که خیلی برای شما به نظر من سنگینه که نوت سوار موتور بشه و حجاب نداشته باشه. متوجه میشه؟ بعد من خب به نوام چیزی نگفتم، به دخترم اومد خونه گفتم بابا سعی کن حالا ترک موتور چی میشینه خونه و نزدیک موتور امیر حسین میشینه مواظب باشه رو سریش پس نره. گفت بابا به خدا من بهش میگم بیا چیکار کنم. برگشته به مادرش گفته که چرا من باید نوه بابا جون باشم که بابا جون مردم بشناسنش و بیشش بگن که چرا من باید حجاب سر بکنم. جامعه ما به این طرف داره میره.
نمیتونیم بین حجاب و اقتصاد، بین حجاب دوتا انتخاب کنیم. حجاب باید باشه، نظر من باید باشه، ولی نباید زوری هم که الان توی به اصطلاح توی جامعه ما جا افتاده، حجاب زوری نیست. من سال که بیادش به قول معروف ایمان میره از در الان جامعه مگه به این سمت نمیاد؟ حالا به آماری که جناب استاد، نه اینم نیست، ببینید آماری که الان اگر شما برید بررسی بکنید، آمار فساد حالا در جامعه ما 6% در رابطه با فقره، اینا در ذهنتون باشه. 6% در رابطه با فرقه. 46% که بالاترین آماره که ایجاد فساد میکنه رابطه های ناموزون و ناهماهنگ بین زن و مرد. حالا بحث دانشگاهش بماند، بحث پولداراش هم بماند که سرمایه زیادن باعث فساد میشه. خدمت شما بالاترینش 46% ارتباط ناموزون و ناهماهنگ بین دوتا این جنس مؤنث و مذکره. حالا تو اداره میشه، تو کارخونه میشه، تو شرکت میشه، تو اداره میشه، تو مدرسه میشه، خود دادگاهش میشه، همه جا میشه. اینه اون فقری که گفتن که اگر فقر وارد خونه بشه ایمان از پنجره خارج میشه. فعلا تو جامعه ما 6% 5% بیشتر نیست که به خاطر معذرت میخوام به خاطر نون شب بره یه مرد دست به خلاف بزنه، یه زنی دست به خلاف بزنه. این ببینید تو ذهن باشه. ما بقیش به خاطر بعضی از مثال دیگه هستش. حجاب و اقتصاد، حجاب به نظر من باید رعایت بشه. ببینید معذرت میخوام، من مثلا برای بچه‌ها خودم میزنم تو دانشگاه میزنم، میگم که یه زمانی بابا امام میگفت که شما بابا از مردوا که میخوای بری میرچماق تو حساب باش، نرسیده به 4 دولت آباد یکی چاه تو چاه نیفتی. حالا اون زمان سینما چاه بود، تو چاه نیفتی. الان بیچاره بچهای ما تو خونه چاهه، تو رخت و خواب چاهه، سر سفره چاهه، وارد حیاط خونه میشن چاهه، دم در اتاق وارد کوچه میشن چاهه، تا به مقصد میرسه همش چاهه. خیلی مشکلانه جوونه. الان من خودم داماد میشدم، من از داماد که شدم هنوز جنس زن را لمس نکرده بودم، ولی الان دارم میگن تجربه سکس توی کشور ما سن 13 سالگیه. خیلی فرقشه با زمانی 50 سال 60 سال پیشتر. میگم من داماد شده بودم هنوز جنس زن را لمس نکرده بودم. 21 سالگی. اون الگوش کی شده؟ الگوش این کسانی هستن که تو این صفحات مجازی الان الگو اونه. ما مثلا الانش هم مثلا میگن امام حسین اشتو چشم رو جاری میشه. الان چطور میشه بشه جوون 13 14 15 ساله هستن هم هنوزن. عمومیت نداره که بگیم حالا خدا نکرده اکثر، ولی الان جوونم الان به خدا پریشب که ما جشن داشتیم یا دیشب جشن داشتیم شاید 30% 40% مجموع ما همین جوون 15 16 17 ساله بودن. اینا خوبه، ولی بحث حجاب جوری دیگه رعایت کنن. سال 56 تو خیابان امام پهلوی سابق مسجد میرچما مسجد برخوردار بود، روبروشون هم سینما سهیل بود، تو کوچه بغل سینما سهیل هم عرق خوری بود. حالا ببینید این 3 تا بود، آزادم بود، مسجد درش باز بود برای من مسجدی، سینما باز بود کسی که می‌خواست بره سینما، عرق خوری هم بود برای عرق خوری. من نمیخوام بگم آزادی مثل او اخبات باشه، من مخالف این هستم که الان مثلا تو خیابون بلوار جمهوری ما 2 تا عرق خوری بزنن، این کار درستی نیست. ولی اینم نیست که باید جوری رفتار بشه، جوری من باش من صحبت کنم، معلمش صحبت کنه، استاندار ما صحبت کنه، رئیس جمهور ما صحبت کنه، رهبر ما صحبت کنه که بگه بابا عرق خوب نیست بخوری. یکی از معضلاتی که الان ما تو جامعه خودمون داریم متاسفانه، حالا درسته من گفتم محله محمود آباد ما معتاد 35 سال نداره، ولی یکی از معضلاتی که الان داریم متاسفانه بحث مشروبات الکلیه. این باید مثلا جلوش نمیدونم چطور جلوش بگیریم. اون برمیگرده به خانواده باید مواظبت بکنن. خانواده‌ای که الان حاضر سالی 50 60 میلیون تومان خرج بچش بکنه، خرج تحصیل بچش بکنه، لااقل
5 ساعت هم وقت بذاره بره بچش، همراش بره بیرون، همراش بره سینما، همراش بره پارک، هر چی الان بچش نیاز داره همراش بره. نمیذاره خانواده وقت نمیذاره. خانواده فقط صرف کفش و لباس و پوشاکو که بعد خیلی ببینید همین نه بابا، ببینید فقط فکر کار میکنیم برای شکم بچه، کفش بچه، لباس بچه، پوشاک بچه، تو مدرسه کم نیاره. جامعه الان 90% این شده. 90% این شده. این نیست که من نمیرم فتلاش ها بله 90% این شده که بچهش مثلا نسبت به هم کلاسیش کم نیاره. جامعه به تنهایی نمیتونه. الان من این بحث حجاب کالای قوانینش داریم تو مجلس شورا و خدمت شما که مصوبه بکنن، قانون بکنن، این من موافقش نمیدونم. حجاب نه موافقش نمیدونم. حجاب باید تو خود خانواده شروع بشه، تو خود دختر به این نتیجه برسه. زن مردش هم همینه. خب الان به خدا داریم میبینیم توی اینستاگرام، حالا شاید اینا هم خاص باشن، تعدادش کمه، اصلا بین دختر و پسر نمیشه تشخیص بدی که حالا این دختره یا پسره. اینا باید تو جامعه ما خود جلوش گرفته بشه. بحث اقتصاد مهمتر از حجابه به نظر من. اقتصاد مهمتر از حجابه. یعنی حجاب شاید معذرت میخوام مثل سل سرطان باشه توی جامعه، من اینجور میدونم، اگر خدا نکرده جلوگیری نشه، ولی با این حال این سل سرطانیه که میشه درمانش کنی. یه روزی میرسه من دختر 16 17 ساله 18 ساله تا سن 25 6 سالگی شاید یه جورایی رعایت نکنن، ولی بعدی که ازدواج کردم 90%شون رعایت میکنن. 90%شون رعایت میکنن. ولی اقتصاد نه. اگر الان ما سرمایه گذاری نکنیم برای 20 سال آینده نابود هستیم. حالا تمام با چادر باشن، وقتی اقتصاد نباشه نابود هستیم. اصل را نباید فراموش کنیم. اعتقاد و عقیده و ایده انسان، یعنی من بدترین حالت کسایی میبینم که هیچ ایده ای ندارن. آقا مسلمون باش، غیر مسلمونیت خودت باش، یعنی اعتقاد به غیر مسلمونی خودت هم داشته باش. معذرت میخوام حتی دزدم که اگر میخوام موفق باشه باید آرمان داشته باشه، باید هدف داشته باشه، تو کار دزدیش موفق باشه. دزد بی آرمان و بی برنامه دزد میگیرنش میکنن زندو. ولی اگر دزد با برنامه باشه و ایمان داشته باشه به کارش، به اعتقاد داشته باشه به کارش، جاش کانادا به قول شما ده زندان است. اعتقاد داشته باشه کارش. ولی حجاب و اقتصاد، من اقتصاد رو بالاتر از حجاب میدونم. خیلی متشکرم. ان شاء الله موفق